16 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی با نشر این عکس یک مهاجر توجک که در شهر مسکو وفات کرده است از همه خواستند که برای شناساییش کمک کنند. در عکس این معلومات داده شده است همین برادر در شهر مسکو وفات کرده است. کدام میشناسد با رقم 7910 241 4605 تماس بگیرد. جسدش در مرغ قرار دارد. تابوت کردگی تیار است اما نمیدانند کجای تاجیکستان روانش کنند. اداره بامداد با این رقم تماس گرفت. یک مهاجر تاجیک که گوشک را برداشت خبر داد که خویش و تبار آن بچه جوانمرگ را پیدا کردند. او گفت مرحوم از نوعه شاریتوس بوده است و جنازه او را الکی چند روز پیش برای گور و چوب به وطن فرستادند. هر سال بیش از 1,000,000 یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان با مقصد تامین روزگار خانواده های خود به روسیه به مردکاری می روند و هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر مهاجران تاجیک به علتهای گوناگون بیشتر از همه به سبب فلاکت ها در جای کار ترک این دنیا می کنند. یعنی مهاجرت هر روز جان تو سه تاجیک را می گیرد.